بینندگان گرامی قدر، نمایش نوبتی ما را از محله تاجیک نشینی با نام قالگنسری ناحیه بیکابات ولایت تاشکند پیشکشی شما می نماییم. در دهه ما 530 عائله زندگی میکند، 2000 نفر آدمان زندگی میکند. زیاده از 70 سال در همینجا زندگی داریم. دادا ما، بابا ما، آچه ها ما در همینجا زندگی کردگی. اینها سالهای 51 سال به اینجا کوچیده آمدگیند. حاضر مردم با خواجگی قشلاق، پخته پروری، غله پروری، ماهی پروری، من دقیق با ما کلی سوده است. ماهی پروری، زنبور اصل میبونند. اساسا زندگی مردم از همینا عبارت است. در گذشته سالها اینجا اول با گفتی موسویتو قمیصار بودگی، همجاهای مردم ما، دادگان ما، آچگان ما آمده آباد کردگی. از همین سو ما در اینجا زندگی داریم. البته هر یک آدمی که هست در این قشلاق زندگی میکند با خدمت خودش با آبادی وطن، با آبادی محله ما حصه خود رو میگذارد. امروز ما این منظری زیبا، زمین‌های از خود کرده را دیده ذوق میبریم. دست انسان در حقیقت حال پول است. مردم این سرزمین برای کار بنیادکاری و آبادانی ها بسیار خدمت کردند. تاریخ این محله موهون 51 سال از ولایت سمرقند رایون کوشراباد موینه کشمکره آورد. چونکه اینجا قمیصزار و پخته بودگی کم بودگی. پدر و مادران ما همجا را زمینش ویران کردن، خمیشاش سوختن، قیاقاش سوختن، آباد کردن این قشلاقه. موی من آباد شد. اینجا اول کام بود، دولمش میکرد که جایها بود، آدمان اومده نمک میبرورد اینجا دیگر من تاشکند تو بعد دیگر ولایت تو بعد من فایده لمش میکرد که بالچقش میبود. من سناتوریه ها با من دکترخانه ها با همجا ها با قشلاق خلق مویان مهنت کش خلق فقط مهنت میکنن. در مرور این سالها مردم مهنت دوست و شرفمند برای آبادی مسکنی زیست کمر همت بستند. زمینی بیکار خوابیده را باغ و بستان نمودند. احیا نمودن قدرت‌های ملی خصوصیت‌های خاصی مردم ماست. با رقص و ترانه‌های زیبا خوشپذیرفتن دستی هنری فولکلوری با نامی رنگین کمان ما را به ذوق آورد. وقتشنده 88 سال تشکیل من اینو بس هر سومون بودم. دو تا انسمبلم بود. من این پیراکون رنگین کمون فولکلور بود. ایاشکو صدبرگ انسمبلم بود. ایاشکو بود. بعد هم خیلی کار کردیم. نوروز بیرامش با بیرام سالی نو با چه با مستقلا و همه شو میگذروندیم. تدبیرهای نه من پخته کار تا سری دالبا صحرابا اونو با کنسر کرد یاردم چی میگه وای میدادیم یا الهام میدادیم نوبا حتی غیرتشون جوش شود گیون نوبا کار میکردیم کنسرتورون شو میدادیم نمینا هم تدبیر هم میگذروندیم ده همونو کردیم بودیم که پولاکوی قدیمه خلق توجیه زرد زو همیشه قدیم دختر همین ما دست کشتوی دستی مهنتی دستی هم حاضرم کشته دوزی هست حالی هم هست در روی شما هم کشته دوست همه ما کشته دوست همه ما کشته دوست هم گلیم ها میبافتیم ما اورچک میکردیم خاله جان حاضرم میبافید یا در گذشته می؟ نه باشد میبکنیم حاضرم کرسوگیم اپا جان مانده نباشید این هنر از کجا؟ پدرم موندگی پدرم آش مونده اصول میکردن دیگرش کتی سانه من به نوبت آمد من 81 به در آمدم. خب همه هنر کتی گشتگم. خیلی چند سالگیتون به یاد گرفتید نفر؟ اینم 75 سانه همین خیلی اول اشوله میگفتم حاضر همین یاد گرفتم. اولا بار یورت ما تین شود که خلق ما تین شود بچه ها ما
مزه کرده بازی کرده ایمی غربت اصول شود و مهنت اصول کنزد همه شود. خواهد من ها را جوان ها را همیشه جمع کرده یاد میتیم اینو با امختما موندگی زشتگی همه عرف و عادت ها ما را همه شعرهای ترانه ها ما را یاد داده وسیع میکنیم تشکیل کرده. تشکر زیاد. خوش. یکم سال همینجا آمدگی من همین دو رقم کتی مال دولت حیکر آمدگی نبیره چبیره مول تنی جانم ساق بچگانم همش نغز دماغشون چاق هیچ کمچلیک ندارم. چند ببر آمدید خاله جان؟ من 92 بدن آمدم. ما از پیران برنادل با یک کف دعا راه به سوی مکتب رقم 34 گرفتیم. در مسکن علم ما با آموزگاران و طالب علمان هم صحبت شدیم. مکتب میانه 34 یعنی مکتب ما در زبان تاجیکی بوده. در رایون ما 60 مکتب تعلیمی فعالیت برام شده است. من مکتب ما 30 نفر معلم ها درس داده میبیان، فعالیت خود را دوام داده میبیان. مکتب ما 422 نفر را از خود یک وقتنده قبول کرده میتواند. در حاضر 209 نفر طلبه بر زبان تاجیکی تحصیل کرده میماید. بسیار طلبگان ما در المپیاد ولایت باسخچاش و این اساساً این مکتبنده با سپورت جدا 60 وایشان بلند سپورتانده اصلا والیبال فوتبال انده جایهای اولین را در ولایت جایهای اولین را گرفته می‌آمدند. ما شاگردان را هر یک درس گذاشتیم، هر یک اونها مکتب را با ادا کرده برسوگیشننده هر یک وای می‌کردیم همیشه وطن پرور شو، همیشه خلق را خلقچین شو. از کجا میشوی هر دایم وطن خود را زبان خود را هر جا دستگیری کرده گشتن را بچگان علاوه طلب‌ها می‌کنیم. اهل جماعی مکتب همکاری را با سابق آموزگاران و پدر و مادران به راه گذاشتند. یکی از آموزگاران صاحب تجربه هیدبای بردیف بوده 43 سال در مکتب 34 از فن فیزیک به شاگردان درس دادند. قریب 20 سال راهبری مکتب را در عهده داشت. تا امروز در تربیت نسل نورس سی باسزا دارد. معلمه جنگلای شادمانوه حالا سابقه دار مهنتند. وقتی خالی به عیادت شاگردان به مکتب می آید. به طالب علمان درس از ادب می دهد. قریب 30 سال درس داده باشم. حاضر در جبهه های زندگی بسیار شاگردان کار کرده ایستادند. موقع مهم را اشغال می کنند. معلمه هایم بسیارند. حاضر آنها در ولایت جزه، در ولایت سرخندریا کسب معلم را دوام دارند. البته جوانان اولا خیلی که استاد عینی گفتند بیایید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خار گردد. از روی همین شعار باید همه حرکت کنند، خوانند، در آینده یک ساحه کسب نشوند. من حتی در همین فعالیت کارکردگی وقت منده شعار ما میگفتم بیایید ای رفیقان درس خوانیم. شعار اساسی مکتبی ما بود این.
بود و تا حال ادامه دارد یا نه؟ البته ادامه دارد. این دخترکای ما بسیار در حرکتند، بسیار در جد و جهدند. البته من آرزو دارم که من همین دخترکان در آینده یگان موقع نغز را اشغال کرده به وطن خدمت میکنند. بنای مکتب را باید پر تعمیر کرد. صنفخانه ها به تجهیزات های زمانوی نیاز دارد. ناوابسته به این نارسایی ها خوانندگان خوب و اعلی می خوانند. در آزمون های فنی، ورزشی و المپیاده ها بارها کامیاب گشتند. مهر وطن مادر در دل و دیدهشان موا گرفته است. من فیض مرادوه شبنم در مکتب 34 در صنف 9 تحصیل میگیرم. با شعرنویسی ذوق و شوق زیاد دارم. بسیارتر با زبان دولتیمان یعنی ازبک شعر نوشته میستم. سال 2023 شعرهای من چاپ کرده شد. نام کتابم سربای الهاملر می باشد. بسیارتر شعر نوشته ایستادم. من به شما شعر استاد خوشوقت امورلیف دوستلیک باغده گفته می دهم. فرزند تاجیک هستم، وطنم ازبکستان. در باغ دوستی رستم، کرمین هیچ بر زیان. اگرچه لفظ تاجیک اصل آن تلم در، مهر زبان ازبک پیوسته در دلم در. چون دیدگانی معتبر ازبک و تاجیک منگه، آن یکی باشد پدر اول برمین اچون آنه. گوهری چشم آن یکی اول برگو یا یورک، بر هم دیش برابر جان اظهار اطماح کرک. یکمین شعر نوشته من درباره استادم و بخشیده کردنستگیم، البته با زبان دولتی. مهرینگیز bizlarga cheksiz bir ummon, sabr toqatingiz behad bepoyon, hayot yo'llarimiz qilib nurafshon, sizdan minnatdormiz mehribon ustoz. Hayotimizga siz bag'ishlab chiroy, qalbimiz to'bidan olib chuqur joy, siz bilan maktab ham nurafshon saroy, sizdan minnatdormiz mehribon ustoz. Bugun bu hislarim uradi tug'yon, siz borsiz ko'ngillar dillar charog'on, nur ziyo sochishdan tolmang hech qachon, sizdan minnatdormiz mehribon ustoz. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. دوست را از جان فرق کن، دوست پیوند جان را گم مکن. زینت باغ از گل خندان بود، مثل گل خندان لبان را گم مکن. در میانی کوهساران با نوایی آبشاران، با صفایی چشم ساران، با سرودی باد باران، با درودی نوبهاران. جان عطا کردی مرا، جان عطا کردی و خود را کاستی. روز شبها در سری گهواره من، مادری من مادری بیچاره من. از پی روزی دویده، خوشه ها را چیده، گنج دنیا را ندیده، رنج دنیا را کشیده. دل عطا کردی مرا، دل عطا کردی و خود را کاستی. روز شبها در سری گهواره من، مادری من مادری غمخواری من، مادری من مادری بیچاره من. در این محل مردم با باغبانی، کشاورزی، چاروه‌داری، زنبور پروری، ماهی پروری شغل می‌ورزند. با همین خدمتشان سطح زندگیشان را بالا می‌بردارند. من اس میدونم پدرم برگادر بود، مکتب میخوندیم تا هم قطع دور بزرگ دادیم، فرمیر شد. من 96 سال فرمیری برآمد، نام دادرم بکر زمین داد تا حالی من دوام داده گشتگیم. هر سال پلان گندمم پلان پخته‌ام ساخت. اب پشتوای من ما مثال توی کارسوگیم، خانه کردیم، 6 اکوکایم میون، شما با خانه جای کردیم، ماشین گرفتیم. همین با هر سال یک تا توی هست. من هم سال دادرم توی کرد، میون کلین گرفتیم. پشت همه ما پشت مهنتمو پدرم کد ما دام زمین بسیار کار کردگی میدونیم دیگه رو وایش رو هر کی مهنت کنه پشت راحت میبیند. منم یوشویا منم مهنت کنه هیچ کمچیlik نمیشه. من همه شرایط هست حاضر ازبکستان اختوبه همه شرایط من محله یاردم میتیه. بیننده نکته سنج در جریان یک برنامه ما نمیتوانیم
آیید زندگی نامی تاجیکانی قالگنسر به تمام شما را با خبر سازیم. این 3 از قصه بود. واقعاً باشندگان این منزل تاریخی ناتکرار و رنگین را صاحبند. با مرور زمان راهش را دیگر کردن سردریا، پیدا گشتن 2 کل که امروز منبع ساکنان این منزل می باشد و غیرها در نمایش‌های آینده حکایه خواهم کرد. با امید دیدار، خدا حافظ.